بسم الله الرحمن الرحیم. گزارشگر خبر. اوه هاوچی چگه یوه چگه میفهم هاوچی یه هست دوی چگه جیدن جی مرغ خودمونه پیچو اوه ای شیطون داداشامون دارن نه شیشه ماهی میخورن، جی میخورن، میفن، ترشی و پیجو. اینا همه شیطونن. بیه او هاوده هاوچی بچه های خیلی خوب. بای بای زیجین کیرشون نه بخشید اسکلشون کردم. یه لحظه رفتیم تو از کارت اینو فرزاد نامه خیابون چندان پلاک 15613 تو کار سیسمونی هستن دوستانمون، تو کار لوازم دوچرخه، پمپ، کشمش، خیلی شلوغه اینجا، کریر، بایسیکل. فرزاد این همونجاست که به اونجا میچسبه دیگه، اتصال 2-3 این ته اتصال 2-3 فکر کنم باشه اینجا که کار داشتیم. بعد بریم تو 3 بعد 1563 یعنی 15633 اشتباه بود. دوچرخه میخوای؟ چرا؟ کربن میخوام یا آلومینیوم. خب بذار پول برسه. پول نداریم حالا. نه بذار بپرس. بذار ویدیو رو کنار رودخانه تسو نمایندگی جاینت چاینا. این موتور ماست، این موتور دوست فروشنده. بریم داخل ببینیم چه داره. باید از گوشی استفاده کنیم و بریم داخل. قسمت لوازم هاشه، چسب و کفش و این هم نمایندگی، همه چی برند جایانتالا. انواع زین اوف XPC آلومینیوم
نمایندگی جاینت دیگر در شهرک کوش المپیک. شهرک ولیعصر قائمیه. الله المپیک لریم منطقه خیلی دور. سفر کمپی اومدیم بریم تو. نیها نیها جاینت ایوو. بازم اینجا مارک لینو داره. کرسی جاینت 4000 یوان. کرسی جاینت 5000 یوان با توریست. شیمانو XTS نزد قیمت. اینجا منبعشه. بله جاینت کربن 40000 یوان. جاینت کربن 26000 یوان. جاینت کربن ست استیکس 17000 یوان. چه قیمت های اول فصل. جاینت نه اینم لین مال برند جاینت آشغال شیمانوه. 40000 یوان 320 میلیون الان میشه. جاینت رادبیک مسابقه ای TCR ADV فلان 48000 تا خیلی بالاست. اینم بقیه مدل ها با هم چک میکنیم. خب این دوچرخه هم اونجا بود قیمتش رو اینجا نزده. این جاینت T6 820 5700 تا دو کمک همه چی شیمانو. جاینت تالون سایز 29 5000. چه رنگی داره. آلومینیوم. اینم خیلی خوبه قیمت نداره. اینم همینطور ATX 830 3000 تا. دوتا کمک داره. کمک خفکن کمک ها بادی شیمانو بوربی رنگی. سایزش هم 27 نیمه. این جاینت هم هست 810 ATX 2500 تا. اینم همونه دوباره تکرار رنگ شده. این مدل کت توه. قیمتش هم 2700 تا. اینم دوباره کت توه. این قرمز گوجه‌ای هم ریولت F2 4000. این لیون که زیاد چیز نداریم بهش. دوباره جاینت ایست نمیتونم گشنمه نمیتونم بخونم 2600 تا. لیون و جاینت برقی. بله فول برقی. این اگر اشتباه نکنم 5000 تا. اسپیس 5000 تا. اینم جاینت مسابقه که هیچ. تنور زغالیه. یه تنور داره اینجا. مرد سس ماستی بهش میگن. این نونا رو میزنه که محتویاتش خیلی
عجیب و غریب لره. دکتانه دستار تمیز میکنه. این هم روش کارشه. ببین چرک خالص. نه مشتریاش زن چینی و پسرچی چینی. این شب 13 طبخه اجباغره. نی ها نی ها نی ها نی ها نی ها ما نی ها ما. خیلی بد نگاه کرد ولی ماشاءالله با اینکه سنش بالاش موهاش هم خیلی پره. یه تیکه مو داره. اینو موکه یه تک زغال اضافه کرد. فقط میخوام ببینم این سیستمش چیه. نه خواهد چی میپزه. برو تو دست پاش تا بزنه ده. نه؟ نمیزنی؟ جیره دومه؟ اصلا این ما چی؟ جیره دومه؟ نه داداش اونقدر چپ چپ نگاه کرد. ما فیلم گرفتیم کیسه هم با اعصاب نداره. بعد همین این آشغالایی که تو اون چیزاست که گوشت و سبزی و ایناست رو هم یه جلو دوری همدن ها لج کرد. آره برو بابا. آره این هم بازاره. نه این هم یه بازار محلیه. بریم پیاز بخریم. این نداشت پیاز. بیا بریم بخریم. بازار محلی پشت خونمونه. هر شب از این فستیوال ها برگزار میکنن. چی؟ دوی باشی یا امام حسین سوسکا رو ملخ و سوسکو. بابا اینا چیه؟ سوسکا رو لابلا اینه. ای حالا از هرچی مرد خوبیه نکن. جگه خیلی پسر خوبیه. پرداختش هم اینجا اینطوریه. خیلی خوشتیپه. نیها خوش اخلاق. این هم پیتزا خودشونه. اینا یه سریاش چیزه. ما اسپاگتی سپاگتیانو سمپرینو یا آتیش. اینا رو هم میریسه تو این دوباره میریسه داخل غذا. نکن بذار ببینم میریزه. نه رک صداش خواه. آره حالا فردا شب قراره از اینا بریم بخوریم. مردمان آشغال خور. نه بابا خوبه به خدا باور کنید. اینجا سبزیجاتی طوره. واقعا این نمیدونم چیه. کالباس چیه بابا. اصلا معلوم نیست چیه. هنوز نفهمیدیم. بعد 15 روز بعد این آقا هم شیرینی پزی داره. چه بویی میده. آخ اینا خوبه. اسمش سوبینگه به انگلیسی. اسمش سوبینگه. تو مرد خوش اخلاق سوبینگ فروش. این تفریحات سالم بچه ها. گوشت نمونه. ما تقریبا از صبح که صبحانه خوردیم هیچی دیگه نخوردیم. بعد اومدیم اینجا از صبح که صبحانه خوردیم. بعد اومدیم اینجا میگم بازار دنبال پیانو دوچرخه. این تتو آرتی که تتو بیا فرزاد من تتو بزنم. تتو آرت میکنن. چیکار میکنه؟ ها نه اسکن چهره میکنه. خیلی عجیبه. من که نفهمیدم. دوست عزیز گرمشه. مرد زحمت لری.
این شغالی هست. بیا دیگه دوشه چی هم؟ دوشه چی هم؟ چی هم؟ این هم ناخون، زن ناخون فروش. این ها خوش اخلاقن، خیلی بچه های خوبی هن. بعضی هاشون سگن، بعضی هاشون واقعا بیشترشون خوش اخلاقن، لبخند میزنن به خارجی ها. دوست اسپانی ما لبخند استفاده. چند بهت گفت؟ تکیش دونه 55 دونه هم 3 تا برداری دونه چه داداش این تا میبینه چهره‌تو فکر میکنه توریستی بده میده. اینجا هم خانم خوابیده داره کار چیز انجام میده. این دوست ما نگاه میکنه، زنشه احتمالا. بله شورت و دامنه گیرون. پیازه به جور با دنبال پیاز و این فیلم میگیریم. برو اون جلو موتوری خود استراحت کنه، داغ کرد باتیش. محل شادی و تفریح. دمپای فروشی معتبر. اینا که ماساژ میزنن. چه عجیبی داره، خیلی عجیب داری، خیلی عجیب داری. بله شیشه. این خارجی هم مثل سرگردون اومده اینجا. حج خانم از شهرستانه بخوره. 2 تا 50 یوان. سلمی کف خیابون. بچه آفریقایی اینجا مو میبافن. نه این محصولات آفریقایی میفروشه. روغنات عجیب غریب. تمه نیمتنه آقایون، همه چی 10 یوان. آشغال ناخونکاری کاملا محلی سنتی. اصلا حال میکنن هر شب اینجا. بچه ها بازی میکنن اونجا، خاک بازیه، ترامپولین، دامبولینگ، مادرها نشستن و عزیزها. چه میوه ها خوشمزه است. من نمیدونم چه رازی این میوه هاشون اینقدر خوشمزه. انگورا وحشتناک، همه چی خوشمزه است. هندونه اینقدر خوشمزه است. هیچ من ندیدیم. رینگ چی داده؟ هلو پیاز میخوایم. پیاز شیگوها، خیلی شیگوهای مختلف. دوست دراگونمون. آقا پیاز ما میخوایم امشب. ویلوری با اون پیاز میخوایم. هیچکی پیاز نداره. چرا همش خوراکی های خوشمزه. دوستمونم با اونی صبح تالا به شغل عجیب دیدیم. بلند شد یارو، خیلی عجیب. یه چیزی داره این آقا، وسیله داره میکنه تو گوش خانم. بعد خیلی عجیب داره، تو گوششو تمیز میکنه.
فوتیان 4 هستیم. طبقه سوم 40902. اینجا مرکز لوازم خرازی، روبان، نخ و تنوع بالای روبان. چقدر هپی برستیش خوبه. همه سایز، همه رنگ، سایز لباس. روبانه که سایز لباس رو لباس میدوزن. برو بریم. فوتیان 4 جز بزرگترین فوتیان هاست که 30 تا لاین داره. مارک و برند و هر چی که بخواد. طبقه 2 فوتیان 4 فاکتوری چی تولید کرده؟ برو بریم. برو. شماره 34320. فکرت حله شوینده، حله دستمال و بوی گند غذا. سفره تولدی. این علامتی هم که اینجا بالا زده در واقع نوشته که مغازه تازه تأسیس است. هلو چیشه؟ نه مرسی. مغازه در حال رونق است. سینی های کریسمسی. گلابی سیب داری میخوره این خانم. دنیای چسب چمرگ موش، دنیای توازن تولد، تناف، عمومیجات، اسنک پس.
خود شلخته است. های مایک های زیبا. تجارت در حال رونق است. سفره، دستمال سفره و اینا، سفره های همشی، پرده حمام، مسفیک، پرده و گیت خروجی ما از 3 و 4 به 3. سامی توز لوازم ورزشی، ماهیگیری، حیوانات، توپ، قمقمه، شماره 2025,880. این دوستامون هم چیکار میکنن؟ بازی میکنن. مهریجات، توپیجات، توپ بازیجات، توپجات، قمقمجات، اسکیتیجات، علائم هندبال و والیبالیجات. او هندو نمیاد سمی، این داره هندو نمیخوره. خیلی میوه اینجا خوشمزه است. چیکار کردی مصطفی؟ و هندی ها، میگم هندی ها، چینی ها، کیک بوکسینگ، کاراته. چینی ها عاشق میوهن، کیلویی میخرن، خیلی کیلویی. صبح به صبح انگار رفیقاشون میاد. این خانمه که به اون نمیده، جنس داره، به اون نمیده. چقدر کیلویی میوه میخرن صبح به صبح. یه رفیق دارن دور اطراف بره باغای میوه و مرکبات شدید، تولیدات میوه سنگین بالاست. بعد صبح به صبح یه رفیق میوه فروش دارن، این داداشمون میاد اینجا یا آبجیمون میاد اینجا، وسط پاساژ خوابیده دور باران، میوه صندوقی میاره پاساژ، تو پاساژ تقص میکنن بین هم و دو. زانوبند، تیل فروشی، فین نداره، لباس قباسی هم داره. چرا داداش؟ فین هم داره. بپرس. هلو نیها، هلو نیها، جگه دوشا چند؟ بوشن ایکوای 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 就是要买零售是吧？买个是吧？买一套。مایته چی باشه ما بوشن ایگه دوشا چند؟
一个是吧？哦，哦，你自己用是吗？size سایز؟ yeah. 35 45 مثل که کار شد. فیلمو بگیر تو ادامه شو برو صحبت هم 44 34 بذاری فکر کنم.这可以调节。 خدا عوض. شو؟ یکم کوچیکه. 这个是45。 سیشی بوده؟ آوده؟ اینجا هر چی بود من میخرم. به من انداز مشکلی نست. مشکلی نست. کفشیه. سایز. دیگه؟ خودش. خواهده. خب یه قلم لازم به این بخریم. باشی 70 تا گفتن حاج خانم باشی 70 تا توی تابه ها داره میده باشی درسته نیوشی میدو 80 بذاری پول اوکی 60 تا قبول نکن نه این دارم بده پول ندارم بالاخره بعد از سالها تلاش داریم یکی از شما باشی بله باشی صحبت کنی خواهی ادامه فیلم رو برو تو علی داشت چت کن داری چت بزنی
贵。还贵？多少钱？这个卖35，没关系。给你20，我就没有找钱。اصلا خوش شد قسمتش袋子是吗？This is a good shop in the Evo. Very good, very high quality, very nice. In Evo 44. How there? This good quality. This good quality. H2 25440. Check this. Enjoy here. Welcome to his go and hold it. And پیانی شما هم بده آقا پیانی. Okay. This is a visitor card. This is Diana Mikaki. How the جگه پیانی جگه. This is a gift. This is a اشانتیون. Thank you. Very good shop. بله سلطان محمد یا ابوالفضل رفتیم تو جنگل. چی مشکل چیه؟ چقدر موتوش بود؟ سلطان محمد میبینینش که میخواد گوش بشوره. اوه چه خبره این تو مصطفی. اوه کلا فکر کنم از گوش بکن استفاده نکردشون. محسنی درد که نداری؟ خندم میگیره. نه زمان این روزات خرابه. چرا مشتری جمع شد سر گوش شما؟ آره کیسی خوبی هستی هر رو بیا.
سخته والا داره این بنده خدا اینجوری داریم ما راحت میبینیم اون تو بخوای اینجوری اینا رو بگیری آره اون پرده میشه تا کجا رفته حتی یه متر باید بره تو تایی چی میبینه زهر ما نخندونه این ویدیو رو به کسی میخوای نشون بدی؟ نه یعنی تو اینا راحت هم توش چیز بگم این سوراخ یکی نیست نخندونه باشه محله خانه تراشی کسی گودال میمونه اونجا یه دونه از این فینا باید برای مورچه میگردی میبتختشون Senin kulağın görür müsün? Maydeninden? Yok ciddi miyim? Lanet. Bundan kardeş atıyor. چقدر امکانات این کوره رو هم برات گذاشتم حالا این موتور باد نمیده Gene bundan payını diyet olsa yani. Hatta eksen diyet olaydı. Diyet olsa. هفته قسمتی شسته شد Prioritet görmeyeyim. Ben de yol kolay gitsin. Kolay. Sen 5 metre sistem böyle. روی شم هم بندازن توی باره اونا باید باشه داداش بله اصلا مرد است و موهاش Ana ben hayret etsin. Koyar ki. داداش خره وا شده است اه. دیزه اوپن چه هوایی میره و میکشه و میره مثل دالونی هوا خیلی اوستا با کیفیه یک دو سه یک صدا خوبه آره انگاه این کندو اصله این رشد ریشاد هم خیلی ها دیرو تیغ زدیم راستی یه هفته ما در اومده زنبورا اون تو چی کار کردن
هر گوشی تقریبا 5 دقیقه زمان میبره. ده دقیقه بابا داره 300 تومن کار میکنه. من برو بید لامصب تر گوشم الان تر گوشه ده؟ یه که میکشه احساسش میکنم. تا حالا دستت اونجا نرفته نه؟ نمیره دنگاش بابا، یه میله میکنه اون تو. یه مو اینجا افتاده، این ریشه‌ش می‌بینی؟ موهرم حالا باید بکشدش بیرون. ریزش مو در گوش. اینقدر قلقله کم میاد میخوای اینجا هار هار بخندی ها؟ نمیتونم. ساعتش 20 دقیقه جلو. گوشت بیشتر زمان بود. ازت هم میخوای بیای؟ نمیدونم. بسر این که میکنه، من یکی مریضیه که دارم زخم ها میکنم. عشق میکنی ها؟ دیوونه میشم. الان که میکنه یه تجربه جدیدی از زخم کندنه. یکی از لذت زندگی اینه که جد زخمش و خوش میشه بکنی. خودت بزن در دیوار بده جلو ماشین. نخندونم. باید گردن اینا رو ببندن. بیاین گوش پاک کنیم. بیاین شغل جدید آقا گوش پاک کن. خود من بگیر همش از گوش شام میگیری. دیگه معلوم است گوشه کیه دیگه، فیلم پیوسته. بله این سولاخ گوشی آقا محمد، گوشی سمتی راست. دانه هرکی کنار دستش چسته آلوده بوده. رفت تو سیاه چاله، برش بالا. شکارش کرد. این پشمک مونه. این برنامه جوکر شده. نباید بخندی. نگو وای باد میاد از این گوشه دمون برمیره. اینقدر سراخ شده.
یکی اومده رو خط تلفن چیه؟ خب بچه حلال کار میکنه آقا. Okay, finish. Finish it. Oh, hold it. بود میاد برم برو دیگه بخواب. بود میاد بده من بابا بخواب. بیا دیگه تا ساعت 10:30 باید صداش بزنم هر روز این گردنبنده فیلمو با دقت باید نگاه نزدیک به گردنبنده انگشترایی که خریدیمه بعد 6 یوان میده. این گوشواره هاشم تقریبا 3 تا همین هست. حالا ما اکثر مدلاشو داریم همینجا هم میتونیم خرید کنیم. اینا رو میگه 3 یوان. اینا که نه اینا شغالیه. گوده هاده. ببین با دقت مثلا ما اینو داریم این گله رو مثلا داریم اینم خودش هم جور نداره دیگه مثلا نکن اینو داره اینم داره اینو 3 تا دیگه میتونیم مثلا با هم چک کنیم مثلا این برگه این دایره نزدیک بهش این مثلا اینو نکن این با اینه یا این با اینه تقریبا 3 تاشو داره. اینا رو نگاه کن جنس استوک هم داره میتونیم بخریم. طلایی ماتن اینا رو چقدر گفت جگه؟ دوشه چه؟ 6 5 اینا هم و اینا هم داره میگه 5 تا جیناش هم 6 تاییه. حالا تو فیلم بهتر پیداست میتونی استوب کنی عکس بگیری. به نظرم اینم خوبه. میگه فکتوری هستیم دیگه اینا هم باحاله. این کارش کنه این کارش این 3 تا دیگه بعضا روی 3 تا هم میتونی کار کنیم. حالا اینا رو هم داره نه نظرم نیست بس بندم برزش یه مغازه دیگه است اینا رو 10 میگه اینا رو 8 تا نیم اون کوچیکا رو 6 تا نیم چگه 8 تا نیم
مغازش هم D52. یه مغازه دیگه اومدم، اینا رو میگه 4 خورده انگشتره. ببین ست همون کاری که شما میخواستی اینجا داره، یا این رو داره. بعد نه باز اینا رو ببین، این انگشتره. بعد اینطور اینا شیب حلقه است. فیلم چند بار ببینی دستت میاد. بعد اینا هم که دست خودشه. اینجا هم بگیرم یه لحظه. جگه دوشه چند؟ جگه 8.5 باکو آره میشه 7 تا. اینو مثلا 7 تا. اینجا هم میگیرم مثلا اینا رو بگیرم اینا رو هم تو شما آره. جگه دوشه چند؟ لیوکا؟ اوکاو آره 5 تا. قیمت خوبه. این جگه؟ این دو کانسل دو 5 وو او 5 تا 5 تا 5 好的 那个兔等下敲奶奶的در روز 15 از سفر ما حسن آقا زحمت کشید که این پایین‌روی من دوست من حسن هستش. میدم دوستم آقا فرزاد زحمت کشید اومد دنبال ما به زیرگذر ارتش. اومدن دنبال ما رو ببرن پاشن کوهنوردی و داریم میریم کوهنوردی. خیابون‌های شب خیابون‌های ایوان رو ببینید. فالوورای عزیز امروز درگیر حوالجات بودیم، نتونستیم فیلم رو از تهیه کنیم در بازار. بله این نقشه که ایشون استفاده میکنه ایمپ هستش که مخصوص به خود کشور چینه. خیلی دقیقه، خیلی به روزه. ببینید موقعیت ماشین رو نشون میده توی لاین بله تک تک لاین ها رو که نشون میده هیچ همه رو نشون میده که شما درگیرون نشید. بسیار همه قانونمند رانندگی میکنن. لاین سمت راست یوبین یوبین مخصوص کسایی که میخوان بپیچن. زوبین که میشه سمت چپ. 2 تا لاین 3 تا لاین فلش زده مثلا اینا باید میخوان سمت چپ بپیچن توی این کسی این لاین نمیکشه بره 5 لاین اونورتر. خیلی تمیز و قشنگ حرکتاشون رو انجام میدن. اینجا هم یه شهرک توره. بافت قدیم نداره. ما هر چی که جستجو کردیم و پرسیدیم اینجا بافت قدیم نداره و شهر توریستی هستش ایوو، چون که خیلی از بازرگان ها و تاجرها میان. و گویا
در چند سال گذشته تعداد ماشین های لوکس در این شهر زیاد شده. این هم یک نمونه 911 پورشه. بله. این پورشه مثلا توی چین چه قیمته؟ چند یوانه هستن؟ چه؟ پورشه. آره. جیو آر آر. جیو ای ای. جیو ها؟ 911 ها؟ آفرین 911. اوه خیلی گرونه. خیلی گرونه. آره خیلی گرونه. فکر کنم الان یه دست دومه ها. دست دوم 500 تا. 500,000 تا. 500,000 تا حدوداً میشه 4 میلیارد ما دست دومش. یعنی کار کرده. بله. جدیده فکر کنم 2 برابر. مشکلی 2 برابر نیست. تو ایران همین کار کردش بالای 4 میلیون یوانه. 4 میلیون یوان. 4 میلیون یوان؟ دست دومه یوان. بله. هرچی اینجا گرون نیست. اینجا خوبه قیمتش. شهر ایرو بسیار سبز و سرسبز و زیباست. البته در مسیر شانگهای به ایوو با قطار که ما اومدیم خیلی سرسبز بود و یه قسمتی از غرب چین که به در اقیانوس ربط داره بچه‌ها میگن که خیلی سرسبز و تمیزه. بری پیاده در پشت خط. اینجا بیمارستان هست. اون هم تابلوی بیمارستانه که میشه ایشنگ که میشه دکتر. ایوان. بله ایوان میشه بیمارستان. دید باشم بیادش این نکته آقا فرزاد میخواد اضافه کنه. نه این دیارو نتونستی اضافه کنه. لاین هم لاین مخصوص دوچرخه و موتورسیکلت در زبان چی میشه؟ ماده. ببینید جلوی همه فضای سبز کار شده، ساختمان و فضای سبز کار شده. اتوبان دقیقاً 6 لاینه. همه جا عکسو میگیرن چه تخلف کرده باشی چه نکرده باشی یه عکس ازت میگیرن داشته باشن بگن کی تو ماشینه. بله بچه های سنگین سوار منطقه بودن. اوه چه تا اینجا چه خوشگله. دروازه برهانشونه. سنگین سواره. سنگین هم نیست، هارلیه. 4 سیلنده. ماشینای باری هم برقی هم اکثرن.
غذا موتوری اومدش. بله خب آها اومدش بغل ما. که میخواد فیلم بگیری. اونجا باید بریم، اونجا که چراغ روشنه، یعنی اینجا دیدم میشه. بله ماشین باری با وزن و سایز و طول و عرض و زده. دوستان چینی ما هم خیلی به صنعت بازیافت علاقه‌مندن و فکر میکنم در صنعت بازیافت خیلی قوی باشن، چون تمام زباله ها رو که ما دیدیم بازیافت جمع و جور میکنن و میفرستن. فاضل و سمت راست خیابون کار میشه که ماشین توش چله چله نه. البته فاضل هواشو یه دست. بله اینجا محل کوهنوردی است. پر ماشینه بالا روشنه. باید جای قشنگی باشه. یه طورایی فکر کنم شبیه کوسافه باشه. اصلا این ماشین جلوی اسمش چیه؟ چینیه؟ اینا؟ آره؟ چینی فکر کن چینی نیسته. بیوکه؟ آره. اوه کنم مال آمریکا. بله آمریکا بیوک، یه ورژنی از بیوک. ولی توی چیل ماشین آمریکایی کم سوار میشه. چرا زیاده؟ ولی چیزه خیلی بزرگ، ماشین بزرگه. مثلا فوتو. بله مارک فوتو. فورد. آره فورد. بله. ولی به چینی به اسم فوته. به چینی میشه فورد، میشه فوته. چون که اون ماشین خیلی بزرگه، خب بنزین خیلی میخوره. آره. ولی چین بنزین خیلی گرونه. آره چین بنزین گرونه. آره. بنزین چین حدوداً امروز شما چیز تو دیگه نگاه کردی ها؟ بله. ماشین بزرگ خیلی زیاده. آره. ولی چین ایبی منظور یوتیوب دیگه. دبی ها. آره دبی خیلی ماشین بزرگ زیاده. بنزین ارزونه دبی. آره. بنزین ارزونه و سعودی هم ارزونه. سعودی هم ارزونه. آره پارکینگ سخته. تو اینجا نمیتونی بذاریش؟ جا میشه ولی استاندارد جا نمیشه. زورکی جاش بریم. اینجا هم جا میشه ولی میشه نه اینجا هم نمیشه.
خط عابر پیاده است. اینا چیکار میکنن وسط خیابون؟ برو اونور. داره بهش دست فرمون میده. اینجا میشه؟ از شدم میشه، من میتونم جاش کنم. باید یه خود بیشتر به چسبونید انده، یا باید یه خود بذار کارشو بکنه. بله حسن آقا دوبله پارک میکنه. من دوربین جاری حسن بهش کن فرمونه حسن بتابون. آره بذار کارش. آره حالش نمید. حسن آقا داداش پارک کرد. پارکش هم خوبه. قبولی. accepted داداش. بده فرزاد بیادش. بفهم. میریم برای پاشن. فیلم قطع میکنیم تا لحظه ورود به پارک کوهسار. وارد راهروی کوهنوردی شدیم. غذا فروشی ها که همه جا هستن. پلکانی اینجا هم ترافیک زیاده. بیاییم برامون بیاییم بر مرد خواب همه جا میخوابم. بیدار شد. خوشنویسی کار میکنه استاد لی. به نظرم زیقی هن. برین دیگه بالا بابا. یه خاموش میشه没法玩了。好黑哟。ادامه اومدیم بالا. شهر یوهان بالا. 可惜拿上了，可想下去了，下去就第3趟了。对。
روز 16 در فتیانه‌های مختلف داریم خریدهامون رو جمع میکنیم. الان منطقه گیت 28 خیابان دوم که مربوط به لوازم آشپزخونه، لوازم برقی، لوازم خونه، دیگ و قابلمه، پیک و میک، کارد کفگیر چوبی. صبح زوده تقریبا خوابن، هنوز صبح زود یعنی ساعت 9 صبح، هنوز اکتیو نشدن. میبینید دارن میرن خونه، میگم دارن میان مغازه. تمام جنسایی که توی این سر کارتون ریختن در همشون فروشیه. خب از بعدی برگرده میگه بالا اونوریه. فوتیان 2 3 جزو بزرگترین فوتیان هاست، هرچی میره جلوتر بزرگتر. اگه اینجا تا کم پیاره بریم برو که بریم بالا، بیا اونجا پله هست، برو. این یکیشه ولی عمده است. قیمت گذاری روی زمین میشه، بفرستیم برای مشتری ها. وایسا بریم طبقه 4. طبقه 4 فوتیان 2. مقداری اوت دور هستش. شیرالات، لوازم اوتدور، صنعتی، ساختمانی، آشپزخونه‌ای، صنعتی. کارگر هم نوشابه میخورن، نوشابه ها دادن، پرتقال دادن. منطقه جی فوتیانی ها هرچی میرن به سوی شماره 5 خلوت‌تر و هرچی در طبقه بالاتر خلوت‌تر. تو طبقه بالا دیگه این دو فروشی هستن و کارخانجات هسته. رنگو ببین چه رنگی داره.
صندلیه این ها یا لوازم صندلی و کمپی های بیرون سر و چادر. چیکار کنیم؟ بگه قیمت دیده نه قیمت نمیخوام. کیسه خواب نه قیمت نمیخوام. بریم چیشه؟ نداره وسایلی که ما میخوام. چادریه من کدوم بود که خیلی خوب بود؟ اون پایین بود. یاده کجا بود؟ آره کارتشو دارم. اون بهتر همشون نه؟ آها اینورتر اینورتر اینه کارخونه هست نمیده یه دونه دوتا. اوکی 19072 برقی شیر آبلما تفلون لوازمه اسباب زیری آی همینه همین که بخوایم سفارش بدیم. برو پیدا کن. پدلگار این اومده این تکسه. 你这个鱼鳞的应该常规经常有的，怎么会没有了这个东西啊？ آره اینو نیومدیم بریم تو ببینیم. اینها چادر سایزهای مختلف منقل و همه چی. سلام طبقه 4 فوتیان چندیم؟ آره 2 هستیم. منطقه جی 4954 ساعت دارن. خیلی ارزون خیلی 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 ارزون. بند ساعت دنیل ولینگتون ساعت کلاسیک رو ما در تهران خریدیم دونه ای 240 تومن. آخرین سری بهم گفت 820 تومن 800 تومن. و فکتوری اینجا داره 3000 عدد از اون ساعت بند ساعت برزنتیتور پارچه‌ایه تقریبا مثل این سبک کار. ما این خیلی 240 تومن تهران. بعد سری دوم بعدیم بخریم 800 خورده گفت خرید نکردیم. الان میگفت 3000 عددشو بخر با رنگ جور بار استوک آماده کارخونه. دونه ای 6100 تومان 6200 تومان. ما 10-15 تاشو خریدیم دونه ای 24 تومان. فرق جنس قیمتی اینه. شما وقتی میای توی چین نباید انتظار جنس یه دونه جنس ارزون رو داشته باشی. وقتی یک عدد بخرید قاعدتاً قیمتش حتی از ایران هم شاید بیشتر بشه، ولی زمانی که یک جنس رو متمرکز تیراژ بخرید قیمت وحشتناک میاد پایین. موقع توضیح اقتصادی داره. این توصیه رو جد برای دوستان عزیز میگم که یا اینو منبعش اینجا این شهر نیست، تازه منبع این کابلو اینا این هم چیز مصرفیه. این تو شهر این موبایل بری که فکر میکنم شهر
شهر موبایل گفت کجاست پسر چینیه؟ شانسی همچین چیزی. اینا کیلویی فروخته میشه، اصلا دونه ای در کار نیست، اینا فرصت شمارشش ندارن، کیلویی. بله بیشعورا داخل پاساژ دارن سیگار میکشن. اینجا کیف و چمدون هم هست که جریمه میکنه پلیس اینها رو، جریمه لری. یه دونه که آخر وقت داشت قیمت گرفتیم صرفا اینجا، بقیه‌شون اینجا کامپیوتریه دیگه. مست چیزی نمیخوای؟ آرت نداره. آشغال استکاش ریخته دمه در. بله طبقه 4 هم گرمه. بریم براتون خرید کنیم از معدن رقص نور. ببینید چه جای خرید. اوکی دوی اوه بزن رفت تو فیلم. هاوده خانم داره همه رو روشن میکنه. این کار است مهمونی برگزار کنه. مهمونی برگزار کنه. معدن رقص وسط چین. وسط کارخونه بود بازی اون فقط اون عجب مشتری را هیجانی کرد که بخره. میخریم با سنگین میزنیم میبریم. زیرا هم خواب روشن کنم چون من دیگه روشن دودم نزدیم دود دیگه برو بالا.
漂亮，太漂亮了。خیلی خوبه آره چند میگه ها رینگ مری کالر آره No, your phone don't here very your phone will close. کورش از فیوریت های ما در کنار خیابان های شانگهای فول تجهیزات هیویکو هم هست خوش هیویکو درای این طرفش 300-400 میلیون پول این دراست فقط دراش حرفه 4 طرف سایبون مامان نگاش کن لاستیک عقبا جودو بوده عقبش هم سایبون داره اینجا ایوا واحده گزارش خبری محمد موتور گلبه‌ای صورتی برقی 60 تا سرعت میره توی اصفهان شما اینو چند میتونی آبش کنی؟ من اشتباه میگم 40 به بالا 200 تا دونه تک کار کرده 200 تا تک 170-80 تا دونه تک Oh